سلام دوستان عزیز، به کانال پریمال پارادوکس خوش اومدین. امروز هم با کلی خبر شنیدنی در خدمت شماییم. دماغ سام صابری توی دعوای خیابونی شکست. واکنش دوباره امیر ایزد به حرفای ناروتو و جوابی که ناروتو داد. سینا گیمیار همه رو قضاوت کرد. تو این ویدیو قرار کاملا بی‌طرفانه این خبرها رو دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کن. زنگوله رو بزن تا اولین نفر از خبرها مطلع بشی. گیمیار یه ویدیو آپلود کرده که تامنیلش اینه: بربریه ناروتو، امیر ایزد و ایران حواشی دارن یوتیوب فارسی رو میدوشن. تایتلش هم فقط درباره این چند تا کاناله و تو این ویدیو همه رو قضاوت میکنه. دقیقاً همونطوری که تو دیسکریپشن ویدیوش گفته. حالا قراره یه بخش کوچیک از حرفاشو بشنویم. میتونیم سقوط دیگران رو ببینیم توی دراما و سقوط دیگران رو دیدن یه حس بیمارگونه ای از رضایت رو ممکنه در وجود ما برانگیخته کنه. دقت کردید توی دراماهای یوتیوب فارسی آمار ارقام خیلی مطرحه که ویوهای فلانی کم بود ولی راجع به من حرف زد ویوهاش رفت بالا و ویوی این ویدیو و پول خیلی مطرحه توی دراماها. مخاطبینی که با طرز فکر الان من دارن دوشیده میشن. البته اول ویدیو گفتم به شما واگذار میکنم، من نظر شخصی خودم میگم. آدم میتونه محتوای بهتری ببینه، ولی چرا یه ریز تردید کردم؟ چون اگه کسی که دنبال دراما رو ولش کنی یا اصلا کاری به کارش نداشته باشی یا اصلا اون کانالی که اون دراما رو داره واسش درست میکنه رو پاک کنی، میره یه جای دیگه یه چرت و پرت دیگه میبینه. شاید منم باید اصلا دراما درست کنم چون من خیلی آدم قضاوتگریم. بعد یهو من بعضی موقع بیچاکه دهم بشم شیلنگو میگیرم سر تا پای آدما. حالا بس اینه، من الان اینو میدونم، منم این فرمول بلدم. مثلا ویدیو درست کنم راجع به آقای ایکس، ویدیو خوبی بگیرم. بس اینه که من اینو آیا عملی کنم؟ اولا که محتوای بسیار لو افرته، مخصوصا برای کسی که استعداد حرف زدن جلوی دوربین و به قول خارجی‌ها یپ کردن داره. یکی مثل من یه نکته‌ای داره، اگه تو این مسیر قدم برداری خیلی از کامیونیتی تو هم میشن کامیونیتی دنبال حاشیه. شاید باید بالانس کرد. هر از چنگای یه دونه از این ویدیو لای ویدیوات بذاری، این میتونه استراتژی محتوایی خیلی خوب باشه که اگه مثلا ویوات داره میاد پایین، ویو بگیری که آمارت یکم برگرد رو حالت قبل. یه سوال: آیا تمام این چیزایی که من گفتم همون چیزی نمیشه که اول ویدیوش اشاره کردم، یعنی دوشیدن یوتیوب فارسی؟ شما بگید بچه، اگه من بتونم مثلا یه ویدیو خیلی های کوالیتی خیلی خفن درست کنم راجع به هیچ یوتیوبر دیگه هم نباشه و این کارو نکنم و با یه ویدیو خیلی لو افرت و خیلی دراماتیک بخوام ویو بگیرم، آیا چیت کردنه این؟ آیا کسایی که میان ویدیوهای دراما رو نگاه میکنن اسلحه گذاشتن رو سرشون که تو باید این ویدیو رو ببینی؟ خب اونا با اختیار خودشون کلیک میکنن، اونا میخوان سرگرم شن. نمیدونم، من این وسط موندم. شما به من بگید، شما بچه‌ای که ویدیوهای منو میبینید بهم بگید. شما به من بگید که نظرتون راجع به مثلا ایران حواشی چیه یا امیر ایزد یا ناروتو. اصلا این ویدیو میشه نظر صادقانه ما راجع به کل کامیونیتی مخصوصا حاشیه یوتیوب فارسی. چی فکر میکنید؟ واضحه که راحت ترین کاری که میشه انجام داد اینه که بقیه رو قضاوت کنیم. شاید من گارد دارم خیلی، شاید منم باید شروع کنم بقیه رو تو یوتیوب قضاوت کردن. بریم سراغ بحث امیر ایزد و ناروتو. ناروتو میگه که تو طول دراما هیچ هیتی نگرفته که امیر ایزد این بخش از حرفاشو توی کانال تلگرامش میذاره و میگه که واقعا به مزگنگ افتخار میکنم. طرف اومده مثلا بگه کامیونیتیت پشتت نیست، منو هیت نکرده، کامیونیتی من چون منو قبول داره تو رو فشاری کرده. تو فکر کن این همه آدم نرن حتی یه دونه هیت بدن. عاشقتونم که اینقدر احترام میذارید به حرفم. میدونی نمیگم این رفتار شما فقط احترام به منه، به نظرم قبل از هر چیزی نشون میده چقدر برای خودتون احترام قائلید. نشون میده آگاهید چرا تو اینترنتید و اون تایمی که هستید با چه هدفی بوده. این ریج بیتی که من میکنم چند تا نتیجه بسیار عالی داشته: مخاطبای جدید، بنلیست تمیز، تبلیغ رایگان در چند کانال بزرگ، افزایش بازدید در تمام پلتفرما و یکی از مخاطباش میگه و ویو دادن به کانالهایی مثل ایران حواشی که با این جور چیزا پول در میارن. خب اینم بخشی از مدیاست دیگه. الان کلی کانالم با ریج بیت فنای هر کسی پول در میارن. شما دقت کنید، یه جا طرفدارای مسی و رونالدو درگیرن، یه جا سونی و ایکس باکس و غیره.
و دوباره همون مخاطبش میگه اون که بله ولی حیف دیگه، واقعا حیف شما و حیف کانتنت کریئتورای دیگه است. این که از بین آدما رو به هم زدن پول در بیاری و از اطلاعات غلط به مردم دادن پول در بیاری نامردیه، دیگه به هوش افراد بستگی داره. الان یه عده سال‌هاست کامنت میذارن برای ایران حواشی، به من فوش میدن. خب چه تأثیری رو زندگی من داره؟ هیچی. این وسط پول و شهرتش مال بقیه هستش. حرص و ناراحتیش برای اینا. صبح یه استریم آیارل گذاشتیم، رفتیم کله پاچه خوردیم، 700 نفر دارن نگاه میکنن و لذت میبرن. هنوز بعد 10 سال داره فالوور، مخاطب جدید اضافه میشه. خب این به لطف همین کانالاست که تبلیغ میکنن، اونا آدم میفرستن پیش ما هم پذیرایی اون حرف نداره. مشتری ثابت میشن. تو نمیتونی کسی رو به زور تو چشم بقیه منفور کنی. خلاصه که عشقید که ناروتو در جوابش گفت آقا خدایی من یک کوچولو سختمه این بنده خدا رو ترول نکنم نخندم بهش، ببخشید. ولی جای جالب داستان میدونید چیه؟ همین امیر ایزدی که یکی از وحشی ترین فن بیس رو داشته. میگم مثالی که زدم مثلا همون ماجرای زیر ویدیو ویجیاتو با تشکر امیر ایزد و همین مسئله حسین تقریبا 1 سال پیش باش دراما کرده بود تو استریم، برگشت و بهش گفت من صاحبتم، چقدر تو چتش رفته بودن چرت و پرت مینوشتن، بنده خدا فکر کنم نزدیک بود اشکش در بیاد. و چقدر مثال‌های دیگه وجود داره زیر این ویدیو ایران حواشی فوش خیلی سنگین میدادن. اون موقع‌ها رو یادش رفته ها، میدونی بالاخره میگم یکم آلزایمر داره مثل این که چون همون مسئله 2 هفته بعد از حرف خودش هم یادش رفته بود چی گفته بود. اون موقع‌ها رو یادش نمیره. ولی در مسئله من چون میگم همه میدونن حق با منه، من تا الان یه نفر ندیدم در رابطه با تو جز فنای خودت موافقت کنن. امیررضا باید یه چیز بامزه بهت بگم، من کانالم 1/6 کانال توئه. خب ویدیوهای پستم اکثرا نصف کمتر از ویدیوهای خود هستن، در خونه‌مون رو میذارن. با این حال 4 یا 5 برابر گهگدار 10 برابر پستات لایک میگیره. خب که فقط صرفا میخوام بهت نشون بدم بدونی آقا با چنل 30,000 نفره رو هر پست شاید 40 تا لایک میخوری، مزگنگ نیست اون خیار گنگ باشه تهش. میدونی چی میگم؟ اوجش شاید کدو یا بادمجون، البته بادمجون برای مهدی جمالی، ولی خب اوجش اون باشه. حالا میگم من یه کوچولو ترند میکنم بیچاره رو، ولی نمیتونم جدا خودم بگم دست خیلی خنده داره برام. حالا من یه نمونم زیرش میذارم. این بنده خدا داره چنگ و دندون میزنه یه دونه مثلا دبلیو از این ماجرا در بیاره که بعدن مثلا بهش گفتن حاجی مسئله ناراحت چی شد، بگه نه من انقدر فنام خوبن کسی بهش نرفت هیت بده. به چی میخوان بیان هیت بدن؟ تو خودت امیررضا اوج گیری که تونستی به ویدیو من بدی این بود که ماشین مثلا 4 میلیاردی تو اشتباهی 6 میلیارد گفتم من. اوج تو 2 روز 3 روز داری اون گیفو اسپم میکنی. اوج گیرت به ویدیو من اینه که مثلا من 4 میلیون اشتباهی گفتم 6 میلیون. باشه 6 میلیارد. و مدلش هم فکر کردم سانتا کی چیه؟ من از ماشین سر نمیارم. آره حالا از این وایس هم احتمال کری میگیره، ولی خب دست و پا بزن برام خنده داره این ور. بعدش 2 تا اسکرین شات میذاره، یکی از ویدیو مسیج امیر ایزد با 6K ویو و حدود 90 تا ریاکشن و یکیش هم ویدیو مسیج خودش با 3K ویو و حدود 560 تا ریاکشن. این چیز دوستان یه مسئله‌ای که هست، من خودم آدمی ام که آقا در رابطه با اعداد ارقام خیلی جدی ام. خب اگه دراماهای قدیمی امیر ایزد هم دیده باشید یا کلا وقتی یه یوتیوبر صرفا کوچیک‌تر میمد ازش همچین انتقادایی میکرد، همیشه هاشام دقیقاً همین حرفو زده بود تو ویدیو. هاشام دقیقاً همین بود. اینا جفتشون یه پهنن، جنسشون یه چیزه. اینا کلا بهونهشون این بود ما از تو گنده تریم، تو داری ما رو میدوشی. خب و یه دلیلی که اینقدر من قشنگ دارم از لحاظ ارقام میکوبم تو دهن اینا که این چون دیگه زورشون به اون بهونه نمیرسه با من. خب دیگه من اون یوتیوبر کوچیکه نیستم این وسط، اینا یوتیوبر کوچیکن. دارم یکم از اون زهری که خودشون به ملت میریختن یکم مزه میکنم زیر دهنم بعد در رابطه با اینا که یکم بفهمن چیکار میکردن. مگر نه کار قشنگی نیست انقدر ویو تو بخوای به روخ ملت بکشی، ولی به این میرسه. میدونید چی میگم؟ اصلا دارم به حال این یه نفر نمیذارم همچین بلایی سرش بیارم و همیشه این کارو میکنم، چون حتی وایس بالاشو هم پاک کرده. مگر نه اونم یه مثال خیلی قشنگش بود. این فاز اینو برداشت بود که مثلا من دارم به این ویو میدم در حالی که 8 برابر 9 برابرش ویو ماهیانمه. خب البته 8 9 برابر نیست، کمتره، ولی خب میگیرید منظورم چیه. آره من خیلی کار قشنگی نیست این کار، ولی به این میرسه، به این بشر این تیکه ها میرسه.
همش حرف ویو میزنی، چقدرم پیگیری. من بمیرم. راستی ریاکشن منفی ها رو باز کن. چرا میترسی؟ برای من بازه. من خودم این وایس رو دیسلایک میکنم مزگنگ پشتشو بگیره. بعدش هم یه عکس میذاره و زیرش مینویسه ولی شعور مزگنگ. اوضاع دماغ سام صابری خیلی وحشتناک شده و بیشتر جای این که خنده‌دار باشه ناراحت کننده شده. ولی یوتیوبرها جوری باهاش شوخی کردند که بیشتر تبدیل به یه جوک شده تا یه چیز ناراحت کننده. ببین من میگم یه دونه این ببین. درست میشه. 30 درجه باید بره راست. اوکیه ها. 30 درجه. ببین آقا سام ببینم. آقای صابری یه لحظه خواهش میکنم. یه لحظه. آقا دماغ دیگه بچه‌ها درست میشه. پی دی آر در استخون دماغ رفت تو چش. حاجی دماغ شبیه اینا شده که مثلا چه میدونم با ای آی بچه‌ها میزنن اینو شکست. آقای صابری یه لحظه آخرش حاجی یه عکس نشون میدم واقعا فکر میکنید ای آیه اینو عموسام خدا بد نده دماغ شبیه نمودار شوتای روبرتو کارلوس شده. یعنی این مزد دروازه‌بان میومد به این ور، باز توپ میرفت به اون ور، باز میرفت این تش ولی میخورد راست تو گل. الان میتونم اسم دماغ تو بذارم دماغ روبرتو کارلوسی یا دماغ روبرتو. حاجی دماغش در رفته و شکسته در نرفت. حاجی بد کتک خورد و چی شده؟ خدا کی دم همه بچه‌ای که میپوشن بودن گرم به قرآن یعنی فرشته دورم میچرخیدم. کلی هم خندیدیم حالم خوب شد. حاجی اینو یا باید ارزم بزرگتون دیگه جا بندازیم فردا پس فردا معلوم میشه عمل کنیم. برای که اینجور نمیشه به اینجور دور دیگه. دوستتون دارم. دارن رفیقام میگرم با هم تاج سرم. من دکترتم اما با کاری نکردیم که حاجی سام صابری بهش نگران نباش تنها نیستی. خیلی بد شد تو رو خدا. من این دکتر خیلی خوب میشناسم، دکتر قبلیت. و اما داستان چیه؟ اصلا چرا دماغ سام صابری به این روز افتاد؟ فیلم حسین تو استریم میگه که دعوای خیابونی بوده و یکی با ماشین پیچیده جلوی سام. سام هم عصبی شده زده ماشین یارو رو ترکونده. یارو هم زده دماغ سامو ترکونده. در نهایت سام صابری تو کانال تلگرامش میگه که من سه‌شنبه باید عمل کنم بینیم رو و فکر کنم یه ماهی نتونم جلوی دوربین باشم. خب خیلی برای خودم هم سخته. تصمیم دکتر اینه که باید بیهوشم تا بینیم رو باز کنن و استخونا رو جا بندازن. اگه بشه و اگه خوب جوش بخوره نیاز به عمل نیست و اگه دوباره کج جوش بخوره نیازمند یه عمل دیگه هم که 6-7 ماه دیگه میاد روش.